شورای اسلامی به جناب آقای نیکول پاشینیان نخست وزیر محترم ارمنستان خیر مقدم می‌گویم. وزیر محترم امور خارجه پناه میهمان ارجمند بعدی هستند که وارد مجلس شورای اسلامی شدند. آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی آیین تحلیل به صورت رسمی آغاز خواهد شد. ویژه سران کشورهای مختلف، سفرا، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس محترم مجلس فقهگان رهبری، شرکت کننده در آیین خیلی متشکر از همکاران ارجمندمون با حضور بزرگ ارزشمند استعداد دارم همکاران ایرانی در صندلی خودشون هم هر چی دنومل پاشتانه بسم الله. با